ولی بریم با کی صحبت کنیم؟ بریم با حمید صحبت کنیم، نه با رضا صحبت کنیم. سلام، من تازه کارم با این فورکس کار نکردم. من استارتم باید از کجا باشه؟ ممنون. اوکی آقای سعید، آقای محمد، شانس آوردی که فورکس کار نکردی. خیلی راحت دارم بهت میگم، من همیشه به بچه‌ها میگم شانس آوردی فورکس کار نکردی، یعنی اینکه تو یه 6 ماهی، 3 ماهی، 1 سالی، 2 سالی، بستگی داره که چقدر کار کرده باشی، وقتتو گذاشتی، یه مقدار زیادی پولتو از دست دادی، یک مقداری از این سافتور به اون سافتور، از این بروکر به اون بروکر، یه بروکر هم که باز کردی بروکرت بسته شده رفته، پولتو به این بروکر دیگه دست به پولت نداشتی. این داستان کسایی که توی فورکس اتفاق میفته. و چی توی ایران دارم صحبت میکنم و نه تو جا خارج، نه ما این پرابلمو نداریم. پرابلم دیگه شو داریم ولی پرابلم اون نداریم که کسی ببنده و بره. حداقل اینجوری نیست که هر کسی بروکر ما ببنده و بره، مخصوصا توی آمریکا باشه. چرا؟ چون ما بروکرایی که کار میکنیم تحت قانون دولت آمریکا هستن و نمیتونه یک بروکر بیاره پول مردم رو بخواد بره مگر اینکه بخواد ببینه که جاش پشت میله های زندانه. ولی کشورهای خارجی مثل سایپرس، مثل راشا، مثل جاهای دیگه که خیلی از این بروکرها هستن، میان یک دونه حساب باز میکنن، یه دونه چی بهش میگن، یه دونه وبسایت باز میکنن و یه چیز فارسی مینویسن. شما هم میری یه $500 میذاری، 4 روز یه دونه دمو ازش بگیری و بعدش هم میای بری تو اون چیزه وبسایت. اصلا وبسایت دیگه وجود نداره، زنگ میزنی، تلفن نیست، قطع. چیکار میتونی بکنی؟ هیچ کاری نمیتونی بکنی. پس بنابراین اگر که نصیحت برادرانه منو، اگر نصیحت کسی که تجربه 15 ساله توی تریدینگ داره، اگر نصیحت کسی که میخوای یک کمپانی داشته که کنار 1000 تا تریدر بوده، استاپ، برش کن. فورکس به درتون نمیخوره. اون زمینی که تو داری بازی میکنی واسه شما توی فورکس بچهای ایران گذاشتن زمین صافی نیستش. حالا کمپانیای دیگه‌ای که توی ایران دارن کار میکنن وقتی اینو میشنون یا بهشون میرسه میگن که why does he say that؟ به خاطر اینکه اون زمین شما، اون اسپریدی که شما دارین، اون پوزیشنی که شما رو میبینن، اون اینترنتی که دارین، اون لوریجی که بهتون میدن، همش بر ضد شما کار میکنه. یعنی محمد ببین چیه، فکر کن یه زمین فوتبال باشه که تو از این ور به این زمین بازی، از این ور به این زمین بازی میکنی، فرق نمیکنه از این زمین به این زمین میکنی. شانس تو اگه تریدر خوبی باشی میتونی توپ از این ور ببری به این ور گل کنی، اگر این ور بازی کنی این ور بزنی میاری که گل کنی. پس این زمین با هم دیگه فرق نداره. اما یه زمین به تو بدن که زمینه اینجوری باشه و تو رو همیشه اینجا بذارن و خودشون اینجا وایسن، بعد دیگه شانس اینه که تو به تو گل بزنی توی این زمینی که خط فاصله به چیزش به طرف پایین، شیبش به طرف پایینه، میشه 10%. اینجا 50% امکان داری که چیز بزنی، اینجا 10% بزنی. آیا تو میری توی زمین فوتبالی بازی کنی، با یه آدمی بازی کنی و بیای بگی که آقا من شرط بندی میکنم، هر روز با تو بازی میکنم، حالا تو این شرط بندی روزی $20 $30 خودمو میخوام به خطر بندازم که ببرم، اگرم بردم $30 میذارم که $30 ببرم. اگه تو فکر میکنی که تو این زمین میتونی بازی بکنی و ببری، خب برو این فورکس انجام بده و میبری. ولی مطمئن باش که این زمین آخرش لاسته. بعد از 2 بار 3 بار که بازی بکنی و ببینی که این زمین سرپایینیه توپ، ولی تو نمیفهمی که این زمین سرپایینیه. چرا؟ چون تا حالا توی عمرت زمین صاف ندیدی. تو وقتی که میری فوتبال بازی میکنی تو نمیفهمی که این سرپایینیه. چرا؟ چون اول اومدن یه زمینی گذاشتن، فکر کنی تمام دنیا دارن روی این زمین بازی میکنن. نه، تمام دنیا دارن روی این بازی میکنن. شمایی که تو ایران هستی و بچه‌هایی که تو ایران هستن داری تو این زمینه بازی میکنی. پس بنابراین این زیرو، forget about it. حالا خیلی میان میگن آقا من فورکس کار میکنم، پول میزنم. خب آقا پول میزنی، اینجا چیکار میکنی دیگه؟ اینجا چیکار میکنی؟ من چی میتونم به شما بدم؟ من فقط چیزی میتونم بدم واسه کسایی که از فورکس بازی میکنن، پول نمیزنن و خسته شدن. پس اگه آقا دوستان عزیز فورکس میزنین، پول میزنین، خوشحالین، هپین، خب بریم بزنین. مثلا این نیستش آقا گود لاک، خدا رو شکر شما میتونی پول بزنی، you are top of the world. حالا اگر که تو ایران هستی آقای محمد، متاسفانه تحریم وجود داره. حالا این تحریم ها باعث این شده که این کمپانیا بیان و به شما یک زمینی بدن، چون دیگه نمیتونی که زمین صاف بازی کنی، آمریکا نمیذاره که تو زمین صاف بازی کنی، تحریم هستش. تو هم میری تو این زمینه بازی میکنی و خب ترید میکنی و پولتون به هر حال میبازی و بعدش میگه او فورکس سخته. نه، فورکس اون سختی نیست. فورکس هم میشه توش پول زد، مثل هر چیز دیگه میشه پول توش زد. اگر نه که تمام دنیا که فورکس کار نمیکردن. حالا اونم بعدیشو بهت میگم بعدن.
پس بنابراین به خاطر که ایرانی یه زمین کج به تو دادن، تو هم بازی میکنی، 8 بار میبازی، 2 بار میبری، اینقدر میکنی تا پول در به این بره و بعدش هم از خارج بشی و یه نفر دیگه. پس بعد چیکار کنی؟ هیچ کاری نمیتونی بکنی جز اینکه یاد بگیری، به امید روزی بشینی که تحریما برداشته بشه. وقتی که تحریما برداشته بشه مطمئن باش که جاهایی هستش که تو هم بتونی پول بزنی. شکی نیست که بچهای ایران باهوشن، شکی نیست که بچهای ایران ذکاوت دارن و هوش دارن و خیلی کارا رو میکنن، شکی نیست، ولی باید زمینش فعال باشه، زمینش صاف باشه. اگه بخوای دور بزنی تحریما و بری با یه کمپانی که یه زمین کج واسش درست کرده، اون کسی که زمین کج باز کرده از هر چی تحریم خارجه، از هر چی قانون خارجه. یعنی چی؟ یعنی دولت آمریکا اومده گفته که هیچ کمپانی نمیتونه با ایران چیز داشته باشه، داد و ستد داشته باشه. این کمپانی که تو سایپرس اصلا به کمپانی آمریکا کار نداره که. چرا؟ چون این واسه خودش داره یه زمینی درست کرده که این زمین اصلا واقعیت وجود نداره، یه زمین مجازیه. اصلا شما تو فارکس نیستین، اصلا فکر میکنین تو فارکس هستین، همه چیزا اگینست شماست. پس این کیر نمیکنه که دولت آمریکا بخواد مثلا روی این تحریم صادر بکنه، اصلا با آمریکا کاری نداره. و کسی که با آمریکا که مرکز اصلی بورس اقتصادی دنیا و قوانین آمریکا و اروپای درست حسابی رو رعایت نمیکنه، اصلا این آدم، این کمپانی نیستش که بخواد کیر بکنه. بخاطر اینکه اون تنها کاری که میخواد بکنه اینه که آبروی شما رو بگیره و بره. پس بنابراین فعلا فورکس کار نکن، اما به یه امیدی باش که یک روزی همه چیزا درست میشه. ما هم امید داریم. تو میدونی من توی از ایران روزی چند تا ایمیل میگیرم، اصلا نمیتونم به این ایمیلام جواب بدم. آقا ما میخوایم بکنیم این کارو، بخوایم بکنیم. آخرین چیزی هم که یه دونه چیز درست کردم، یه دونه تمپلیت درست کردم و همینو گفتم که دارم به تو اینجا میگم. آقا stop doing what you're doing. اما یاد بگی. بچهای ما که فردا میخوان اینجا بیان میتونن توی این سیستم ما ترید بکنن، آقای فرامرز که الان اینجا نیستش، یا بعد همه اینا حداقل 2 ماه طول کشیده که اینو یاد بگیرن. حالا اینا زبان انگلیسیشون خوبه، حالا اینا توی آمریکا هستن، حالا اینا اینترنتشون خوبه، حالا اینا میتونن هر سافتوری رو بخوان دانلود بکنن، حالا میتونن هر ویدیویی رو بخرن، حالا میتونن اینا تو هر کلاسی شرکت کنن. آقا شما که این چیزا رو نداری که. پس بنابراین الان برو یاد بگی. زمان یاد گرفتن تو 6 ماه بذار. من یه دوست دارم توی ایران که تو دبی اومده بود، کلاسای منو تو دبی گرفته بودش، اسمش هستش مرزاد، الان اینجا نیستش، بعداً میاد. یه توی ایران مغازه داره، توی بروجرد، تو تهران، I don't know where it is، 3-4 تا مغازه لباس فروشی داره. این پسر از 3 سال پیش که اومده توی دبی تا حالا هنوز میاد تو چتروم ما نرم افزار رو گرفته، داره تمرین میکنه و فقط منتظره که روزیه که بشه. یک پنیش هم نمیذاره. یعنی اون پولی که به من داده بود، اومده بود رو دبی، حالا هر چیزی که داده بود، $1000، $2000، $3000 یادم نیست، تمام اون پولش رو که به من داده بود، تنها چیزی که اگه یاد گرفته باشه اینه که آقا کاری که کمپانیایی که تو ایران هستن و دارن چیز میکنن، این کمپانی‌ها فر نیستن. پس بنابراین به جای اینکه بره پولش $3000 ببازه، اومده بود یک ادویکیشنی گرفته بود، یاد گرفته از کسی که همیشه به دست میاره. مرزاد اگر بیاد تا چند وقت دیگه بخواد شروع کنه، مرزاد ترید موفق میشه. پس بنابراین تو هم ادویکیشن رو یاد بگی، یه جورایی دمو اکانت بگی، یه جورایی بیا تو این چت روم، یه جوری پرکتیس کن تا موقعی که اکانت واقعی باز بشه. حالا دمو اکانت چیه؟ دمو اکانت اون چیزی که ما اینجا داریم. دمو اکانت این درست، من اینی که اینجا میبینی توی این کامپیوتر اینوری خودم یه دونه صفحه این دارم، درسته؟ ولی تو همین جوری که اینجا یه چیزی رو میتونی بخری و بفروشی، ما این ور صفحه خودمون میتونیم بکنیم. تمام بچه‌ای که اینجا هستن یه دمو اکانت دارن، یه لایو اکانت دارن. تو لایو اکانتش هم نمیخواد داشته باشی، یه دمو اکانت میگیری، معنی این چیزها رو یاد میگیری، توی چت روم میای. حالا پولی که به لازم داره که این کارو بکنی، خیلی خوبه برای شما بچه‌ای که تو ایران هستن. این سیستم یکی از بهترین، من 15 سال دارم ترید میکنم، کنار 1000 تا تریدر بودم، با 10 تا سیستم مختلف ترید کردم، 20 تا نوع مختلف ترید کردم. این یکی از سیف ترین، یکی از کم خطرترین، یکی از پر ریوارد ترین، پر جایزه ترین، یکی که بچه‌ها رو میتونن توی استاک مارکت بمونن، تو یاد بگیرن. چرا؟ چون تو میتونی این کار خودت رو با $500 شروع کنی. چرا؟ چون هر قراردادی که می‌خری و می‌فروشی $10، $20، $30 بیشتر پوله. چرا؟ چون بیشتر $10، $20، $30 نمیتونی ببازی. چرا؟ به خاطر اینکه ریواردش زیاده. چرا؟ به خاطر اینکه 22 ساعت اپورتونیتیه. چرا؟ به خاطر اینکه یک عالمه مارکت‌های مختلف وجود داره که میتونی ترید کنی. S&P تمام دنیا. و همه مهمتر چرا؟
چرا؟ چون که اگر که تو اشتباه بکنی تو یک چیز یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر که فورکس رو ترید کرده باشی، اگر فیوچر رو ترید کرده باشی، اگر چیزای استاک رو ترید کرده باشی، میبینی که تو وقتی یک چیزی رو میخری، درسته؟ یه پول کمی میذاری، تو حق نداری که این چیز رو با این پول کم بخری، اما اون کمپانیه به تو یک دونه مارجین اکانت میده، یک دونه پول زیاد میگه تو $20 تو رو من به تو $1000 میدم، ولی تو درسته که من به اندازه $1000 به تو قدرت خرید میدم با $20 تو 50 برابر تو فورکس میدن، درسته که به تو 50 برابر میدم، ولی اگه تو $20 ببازی من تو رو از این حساب میندازم بیرون. قابل توجه خانم سیمایی که ما داشتیم صحبت میکنیم، به این میگن مارجین، یعنی 50 برابر پول تو من به تو قدرت خرید میدم، درسته که تو $20 گذاشتی، ولی اگر تو این $1000 تو $20 رو ببازی من تو رو بیرون میندازم. خب تو یه چیزی رو میخری اینجا، درسته؟ و به خاطر اینکه این چیزها خیلی سریع حرکت میکنن، تو میخواستی این بره بالا ولی این تا اینجا میره پایین، خب تو رو میندازن بیرون و بعدش چی؟ این پوزیشن میره بالا. خب تو دیگه تو این پوزیشن نیستی که سود بزنی. اول این سیستم هیچ کسی، حتی خدا هم اگه بیاد ترید بکنه، خدا هم اشتباه میکنه اینجا، به خاطر اینکه هیچ کسی توی دنیا نمیتونه بگه که همین ثانیه این میره بالا میتونه میره پایین. اگر که هستش خدا استاک مارکته، خدا استاک مارکت هم وجود نداره. برای همین هستش که ما منیج میکنیم پولمون رو. پس بنابراین اگه تو گفتی میره بالا، امکان داره که اول بیاد پایین، تو رو از این پوزیشن بیرون میندازن، چون $20 تو دیگه به این رفته، بعدش پوزیشن میره بالا و بعد تو میگی اگه یک ثانیه دیگه تو این پوزیشن بودم من میتونستم پول بسازم. دفعه دیگه به جای اینکه $20 پول بذاری $40 میذاری که اگر مارکت یک تا اینجا اومد تو هنوز پول داشته باشی. اوکی، دفعه دیگه میدونی چه، دوباره تو اینجا میخری، مارکت تا اینجا میاد، میدونی چیکار میکنه؟ مارکت تا اینجا میره، این دفعه $40 تو میگیری میره بالا. دفعه دیگه تو میگی چیه؟ میگه آقا من کم پول گذاشتم، بذار این دفعه $60 بذارم. دفعه دیگه میاد اینجا $60 تو میگیره، بعد میره بالا. بعد تو میگه آقا اصلا مسئله این نیست که من $20 $30 $40 بزنم، به خاطر اینکه 50 برابر من دارم میگیرم، این باینگ پاور یا قدرت خرید یا لیوریج باعث میشه که من از بین ببره. پس this is a destroyer. حالا سیستمی که ما داریم این چه؟ نه تنها به تو قدرت خرید میده، $20 میتونی تو خرید بکنی و یه جورایی به تو قدرت خرید میده. نمیخوام بگم 50 برابر، I'm not right اگه بگم 50 برابر، اما اگر تو اینو خریدی، اگر اومد پایین، تو رو کسی بیرون نمیندازه. درسته که $20 تو باختی ولی کسی بیرونت نمیندازه. اگه بازم رفت پایینتر کسی بیرونت نمیذاره، اگه بازم رفت پایینتر کسی بیرون. اما اگر تا اون ساعت، مثلا گفتی تا ساعت 4 این مثلا انجام میشه، این رفت بالا، تو میتونی پول بزنی. این رو میتونم چجوری بهت نشون بدم؟ اینو مثل مسابقه فوتبال میتونم نشون بدم که شما بچه‌ها تو ایران مسابقه فوتبال دوست دارین، تیم A رو در نظر بگی، تیم B هم در نظر بگی. تو هم چیکار هستی؟ تو هم یه تماشاچی هستی که این تویی. اوکی؟ تو میای شرط بندی میکنی با این نفر بغل دستیت، میگی که آقا تا ساعت 4 بعد از ظهر، از الان که تا ساعت 9 صبح که 2 ساعت این بازی طول میکشه تا ساعت 2 بعد از ظهر یه شرط بندی کنیم، ساعت 12 من میام $20 میذارم که این تیم A تا ساعت 4 تا ساعت 2 تا آخر بازی که ساعت 2 این تیم A برنده میشه. خب تو $20 میذاری، تیم B برنده میشه، تو تیم B رو شرط بندی کردی. تیم A یه گل میزنه، 2 گل میزنه، 3 گل میزنه، این میگه آقا باختی، تو میگی نه من نباختم، هنوز تا آخر بازی 1 ساعت دیگه وقت هست. اگه تا آخر بازی این تیم A B هی گل بزنه 4 تا گل بزنه، بعد تو میگی دیدی که من نباختم، پس بنابراین صورت تو اینجوری میشه، به خاطر اینکه تو تا ساعت آخر بازی هستش. اما اگه قرار باشه که یه گل بهت بزنن تو $20 تو به بازی رو بری، ممکنه تا آخر بازی این تیم B برنده بشه. پس بنابراین این چیزهایی که هستش، همه این چیزها رو بهت گفتم، اینه که آقای محمد this is the best thing، این بهترین چیزی هستش که برای تو اتفاق افتاده که بیای تو این چت روم. چرا؟ چون کسی هستش که هیچ گونه منفعتی نداره که تو بری تو دنیای استاک مارکت یا فورکس یا چیز که تو پول ببازی و ببری، به خاطر اینکه نه کمپانی منه، نه تو اگه ترید بکنی به من پول میدی، نه اگه تو اون زمین کج باز کنی به من پول میدی، نه پول میبازم، هیچ منفعتی ندارم. به عنوان یک برادر، به عنوان یک کسی که معلم، به عنوان کسی که توی استاک مارکت خیلی بیشتر از تو بوده،
شاید حتی تو به دنیا نیومده بودی توی استاک مارکت بوده. just kidding with you. شاید هم نمیدونم چند سالته. so اما stop, go learn where you can go learn, how you can go learn. I don't know but do not trade in forex. zero. anyway دوستان عزیز بریم مارکت با هم دیگه نگاه کنیم. 1854.75 هستیم. 1854.75 هستیم.